سلام بیننده گرامی، امروز جمعه 24 ایول ساعت به وقت پراگ 10. حالا فرصت نشر سرخط خبرها فرا رسید. من میرزا نبی خالقزاده هستم و شما را با خبرهای آخرین که تا این لحظه دسترس شدن آشنا می‌سازم. شمار جراحت برداشتگان از ترکش بالون اکسیژن در شهر خوجند 10 نفر اعلان شد. قبلا رسانه‌ها درباره جراحت 4 نفر اطلاع داده بودند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید 23 ایول تخمینا ساعت‌های 12:30 در نزد بازار پنجشنبه شهر خوجند در نقطه فروش نوشاکی‌های تشنه‌شکن که به فیروز میرزایف تعلق داشت بنابر گرمی هوا ترکش یک عدد ظرف کسلارات به عمل آمد که در نتیجه آن 2 نفر به بیمارخانه دسترس گردیده، 8 نفر دیگر بعد معاینه طبی به خانه‌هایشان جواب داده شدند. تلفات جانی به قید گرفته نشده است. قانون نوی تقدیم شهروندی روسیه برای خارجی‌ها امروز 24 ایول به اجرا درآمد. اکنون دریافت شناسنامه روسیه برای شهروندان خارجی که در قلمرو این کشور به سر میبرند ساده‌تر کرده شد و مهلت بررسی عریضه برای قبول شهروندی روسیه از 6 ماه تا به 3 ماه کوتاه کرده شد. همچنین من بعد از آنهایی که شهروندی روسیه را می‌خواهند معلوماتنامه درباره درآمد و یا گذاشتن امانت در بانک طلب کرده نمی شود. ساده کردن تقدیم شهروندی روسیه به خارجان امر رئیس جمهوری آن کشور ولادیمیر پوتین است. امروز به اجرا می درآید. بر اساس آن شهروندان شوروی سابق و یا کشورهای پسا شوروی من بعد برای گرفتن شهروندی روسیه 5 سال منتظر نمی شوند. طور قانون تا به حال طلب می‌کرد میان تاجیکستان و روسیه از سال 1995 به این سو شرطنامه شهروندی دو طرفه وجود دارد. سال 2017 در تاجیکستان به قانون درباره خدمت دولتی اصلاح وارد کرده شد که موافق آن افراد صاحب دو شهروندی نمی‌توانند در مقام‌های خدمتی دولتی کار کنند. پیشتر شخصان صاحب دو شهروندی نمی‌توانستند در نهادهای امنیتی و مقامات دیگری حفظ حقوق هم کار کنند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان سفیر چین را برای نشر مطلب‌های به گفته وزارت غرضناک درباره مرز میان تاجیکستان و چین در رسانه‌های این کشور به صحبت دعوت کرد. روز 22 ایول خسرو ناظری معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان لیو بین سفیر تاجیکستان در چین برگزار شد. بنابر اطلاع وزارت کارهای خارجه ناظری توجه جانب چین را به انتشار مطالب در رسانه‌های چینی جلب کرد که موضوع مرز دولتی دو کشور را به گونه غرضناک بازتاب نمودند. در این صحبت به سفیر چین تاکید شده است جهت راه ندادن به انتشار این گونه مطالب غرضناک در رسانه‌ها تدبیرهای لازم اندیشند. این در حالی است که رسانه‌های چین اخیراً مقاله تاریخ‌نگاری را نشر کرد که ادعا کرد قلمرو پامیر تاجیکستان زمان به چین تعلق داشته است. کارفرمایان در تاجیکستان بیش از 67 میلیون سامانه معاش کارمندان را پرداخت نکردند. وزارت مهنت 38 کارفرما را مجازات کرده است. مقامات میگویند در اکثر موارد کارگران میترسند که از بالای کارفرمای خود از پرداخت نشدن معاش به مقامات شکایت کنند. گلرو جبارزاده وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان ضمن یک نشست خبری 23 ایول گفت در 6 ماه سال 2020 قرض مزد مهنت 20 میلیون و 571 هزار سامانه افزوده است. 90% قرضداری به 27 کارخانه راست میاد که همه غریب و عجیبند، گفت گلرو جبارزاده. طبق اطلاع خدمات نظارت دولتی در ساحه مهنت، مهاجرت و شغل اهالی طی 6 ماه سال روان برای پرداخت نکردن مزد مهنتی کارمندان علیه 38 رهبری تشکیلات و مؤسسه پرونده حقوق ویرانکنی ماموری باز شده. هر یکی از 20 تا 30 نشان دهنده برای حساب‌ها در عموم 49271 سامانه جریمه شدند. طبق قانون مهنتی تاجیکستان کارفرما موظف است که در نیم ماه نه کمتر از 1 مرتبه به کارگر خود مزد مهنت پرداخت کند. در همین حال دوست مراد مرادزاده سردار خدمات نظارت دولتی در ساحه مهنت، مهاجرت و شغل اهالی گفت شهروندان از ترس اینکه جای کار را از دست خواهند داد به مقامات مراجعت نمی کنند. دسته رفشن کولاب که در مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان پی هم در 5 بازی غالب آمد، در جدول با 15 امتیاز موقع پیش‌صفی‌اش را باز هم استوار کرد. رفشن یگانه دسته است که تا حالا یگان امتیاز را از دست نداده است. رفشن در دور پنجم در میدان خود بر اسفری شهر اسفره به حساب 3-0 پیروز شد. اسخط خوجند که بر دسته مهمان رفشن ظفرآباد با حساب 2-0 غلبه کرد با 12 امتیاز مقام دوم را کسب نموده است. ماهر یاوان که در میدان خود وحدت شهر وحدت را با حساب 5-4 شکست داد با 10 امتیاز در جای سوم قرار دارد.
در بازی‌های دیگری دوره چهارم حاصلات فرخار در میدان خود بر پنشیر جلال الدین بلخی با حساب 1-0 برقچی حصار بر شاه منصور دوشنبه با حساب 4-0 غالب آمدند. تنها یک بازی میان دسته‌های سرای کمری 5 و هولبوک واسه با حساب مساوی 2-2 به پایان رسید. بازی‌های دوره ششم مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان روزهای 25 و 26 ایول برگزار می‌شود. با این خبری ورزشی برنامه سرخط را به انجام می‌رسانیم. بیننده ارجمند، ما هر لحظه خبر حادثه‌های تاجیکستان و جهان را پیگیری می‌کنیم. در برنامه اخبار شما را با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان آشنا می‌سازیم. برنامه اخبار آزادی ساعت 4 به وقت دوشنبه در کانال آزاد ویدیو و سامانه رادیو آزادی www.azadi.org مستقیم نشر می‌شود. و ثبتش هم می‌توانید آنجا ببینید. تا کمتر از 3 ساعت دیگر ما را در پخش زنده در صفحه آزاد ویدیو در یوتیوب و صفحه‌های رادیو آزادی در فیسبوک و ادنا کلاسیک همراهی کنید. خدا نگهدار شما.